سلام، خسته نباشید. جلسه چهارم ما الگوریتم و نوشتن اولین برنامه خوبمون با عملگرها. الگوریتم چیه؟ الگوریتم مهمترین درس و روش برنامه‌نویسیه که ما باید حتما اونو یاد بگیریم و بلد باشیم و بهش تسلط داشته باشیم. خب یه مثال ساده میخوام بزنم. یه جوری الگوریتم دستور عمل یا دستور مثلا پخت یه چیزی میشه گفت مثل اونه، اما به صورت جزئیات بیشتری داره و پیچیده داره. مثلا شما میخواین یه دونه تخم آبپز درست کنید و بخورید. قطعا مرحله اول اینه که تخم قابلمه‌تون رو توشو آب کنید، مثلا اندازه 2 لیوان. بعد تخم رو توش بندازین و زیرش رو روشن کنید، زیاد کنید. بعد از 1 ساعت اون رو میل کنید. خب این خودش یه الگوریتم حساب میشه. الگوریتم دقیق‌تر چطوریه؟ الگوریتم دقیق‌تر اینطوریه شما باید در یخچال رو باز کنید، تخم مرغ رو از جاش بردارید، اون قابلمه رو از توی کمد برداریم، روی گاز بذاریم، زیر شعله رو روشن کنیم، شیر آب رو باز کنیم، داخلش آب بریزیم، بعد تخم مرغ رو بذاریم توش، زیرش رو زیاد کنیم، درش رو بذاریم. بعد از مدتی که آماده شد بیایم در رو ورداریم و بقیه داستان. هر چقدر الگوریتم ما این جزئیاتش بیشتر باشه، برنامه ما بدون نقص تره و اروری نمیده. البته داخل بحث ترای اکسپت ما میتونیم که بدون نوشتن این الگوریتم با این جزئیات وسیع و وقتگیر بتونیم که ارورها رو کنترل کنیم. خب بریم برای شروع نوشتن. اولین برنامه ما اینه که ما تو این جلسه میخوایم یه دستور جدید هم یاد بگیریم، بعدش شروع کنیم به برنامه‌نویسی. دستور جدیدی که ما میخوایم یاد بگیریم این جلسه اینپوت هست. قطعا معنیش رو میدونید که معنی دریافت کردن میشه. حالا ما چطوری میتونیم از اینپوت استفاده کنیم؟ نیم مساویه با اینپوت. بعد خب ما اینپوت که میدیم پرانتزش باش میدیم، کنتار رو بهش میدیم، دابل کنترل، و جمله راهنما رو توش قرار میدیم. Please enter your name. خب حالا بریم پرینت بگیریم من نیم. پرینت کنم ما نیم رو. ما اینجا کدمون رو می نویسیم. اینپوت نیم مثلا اینپوت، بعد نقش راهنما please enter your name. حالا اینجا برام یه پنجره باز شد. please enter your name. ما می نویسیم پارسا مثلا. خب پارسا رو برام چاپ کرد، پس فهمیدیم که اینپوت برای دریافت کردن است. خب ما میخوایم یه برنامه بنویسیم که مساحت یه دونه مساحت رو برامون به دست بیاره. خب ما میگیم برای مساحت الگوریتمش چیه؟ زل ضرب در طول ضرب در زل. خب ای ما مساویه با اینپوت. اینجا فارسی هم میتونیم بنویسیم. لطفاً عرض مستطیل خود را وارد نمایید. بی مساویه با اینپوت
لطفاً طول مربع خود را وارد کنید. خب حالا ما نیاز به چی داریم؟ به عملگرهای اختصاصیمون که ضرب رو انجام میدیم. ما میگیم مساحت area مساوی با A ضرب در B، یا حتی میتونیم توی پرینت بنویسیم، یا مثلا میتونیم بگیم طول محیط مساوی با A به علاوه A به علاوه B به علاوه به همین راحتی ما الان میتونیم طول مساحت و محیط مستطیل خودمون رو با یه برنامه به دست بیاریم. ما میگیم پرینت کن اول اریا رو، یه پرینت هم از نه حالا بعدش لطفا عرض مستطیل خود رو وارد کن. ما میگیم 3 لطفا طول مستطیل خود رو وارد کن. طول رو میدیم 10 و 30 رو برام چاپ کنه. چه ایرانی داد؟ کمالش اینت آن من این رو یادم رفت بهتون بگم اینپوت فقط به استرینگ ها رو دریافت میکنه. ما میتونیم یه اینت اینجا بذاریم که برامون عددم دریافت کنه. بریم بر تستش. آهان اینت اینجا رو نذاشتم. 30 رو برام چاپ. حالا بیایم محیط هم تست کنیم. پرینت کن برای ما محیط رو. ما بومش میدیم با 6. باید 12 بشه محیط مساحت ما و 16 هم محیط ما. خب اینم از اولین برنامه پروژه ما که به راحتی داخل 7 خط نوشته میشه. این کد کوتاه‌تر هم میشه، شما حالا سعی کنید کوتاه‌ترش کنید با حالا ترفند اینا. حالا یکی از ترفند مهمی که الان میگم اینجا، شما در دست پیک میتونید از یه ویرگول استفاده کنید و محیط هم پرینت بگید 16 و همین راحتی یکی از ترفندهایی بود برای کوتاه نوشتن. تا جلسه بعدی، خدا یار نگهدار.